زما ورونه دي، زما ښی تاجک زما ښی لاس ده، ازبک مې چپ لاس ده، هزاره زما زړه ده. زه ټولو ته احترام لرم، خو هر هغه څوک چې په خپل وطن کې روزل شوی وي او په خپل وطن کې یې خاپوړي کړي وي، په خپل وطن کې په یو دسترخوان له ما سره کېناستلی وي او بیا زما پښې وهي، زه د ده پښې وهمه، دا شی موږ ته د قبول وړ نه دي. سلطاني صاحب محترمه، زه صرف له تاسو څخه دوې پوښتنې کوم. لومړی دا چې تاسو په افغانستان کې د څرنګه یو حکومت غوښتونکي یاست؟ ما ویل تاسو په افغانستان کې د څرنګه یو حکومت غوښتونکي یاست؟ دوست عزیز صدای بسیار برای ما پخش میاد. پایین لایو دوستان آشنا کنید. میگه که با چه قسم یک حکومت شما باور دارید سلطانی نه صاحب؟ اوس صحیح شو تاسو ته؟ امیر اگه بلندتر اگه خودت بگی که دوخواه. دوست عزیز، ما به یک دولت در افغانستان نیازمند هستیم که همه مردم افغانستان خود به اون نظام ببینه. لااقل همه مردم افغانستان اگه آدمی داره که سرش به تنش میارزه، تحصیل کرده، درس خوانده، میتونه مسئله خدمت شوه، لااقل مهم نیست که از کجای افغانستان است، میتونه او خود کاندید کنه، رئیس جمهور افغانستان شوه. یک افغانستان آزاد، مستقل و همه مردم بتونه به یک آرامیش زندگی کنه. نه افغانستانی که چند نفر از آدرس پشتون بیا، چند نفر از آدرس تاجیک بیا، چند نفر فلان کنه. هیچ پرسان از این مردم مظلوم و بدبخت نشه، قربانی هم باید همین مردم مظلوم شه. یک افغانستانی که لااقل هم با خود زندگی کنه و قول مصطفی هم به منطقه. ما هیچ دشمنی نه با پاکستان داشته باشیم، نه به ایران داشته باشیم، نه کشورهای دیگر داشته باشیم. یک آرامش داشته باشیم. هیچ کدام ما وابسته یک کشور استخباراتی نباشیم بیام در پارلمان افغانستان کار کنیم. حتی ما شما رو کشور دیگه بودیم. یک افغانستانی که لااقل آرامش داشته باشه مردمش. این افغانستان هم به زمانی به وجود میاد که تو به حق خود راضی باشی، من به حق خود راضی باشم، ازبک به حق خود راضی باشه، هزاره به حق خود راضی باشه و هر کدام ما لااقل هم استعداد و توانایی ما لااقل ما در افغانستان برای ما بالاخره یک چوکی وزن سلطاني صاحب محترم، ته څه وخت په خپل حق باندې راضي کېږي چې تا ته څه در ورسېږي بیا ته په خپل حق راضي کېږي؟ اینا یک حرف بسیار خوب است. میگه که هر حق من زمان راضی میشم که این رقم یک شرایط مساعد شه و من راضی میشم. وقتی که این شرایط راضی نشه و این شرایط وقتی راضی نشه، خب من اعتراض خود دارم. یک قوم دیگه اعتراض خود داره، یک فعال مدنی اعتراض خود داره. من این سوال از خودت میکنم که اینمی وقت اینمی شرایطی که خودت از من سوال کردی، من سوال میکنم که این شرایط آیا در 20 سال مساعد شده، قبل از 20 سال مساعد شده که مردم صدای خود بلند نکنه؟ خب یک دوری شایی بوده، یک بخش بالاخره مردم دو وقت تحصیل نکردن، درس نخوندن، بیدار نبودن، در قره و قصبات افتاده بودن، نه دنبال میخواستن، نه برق میخواستن، نه گاز میخواستن، نه موتر میخواستن، نه امکانات میخواستن، نه آب میخواستن، نه بالاخره هیچ چیزی. همونجا آرام زندگی خود میکردن. دنبال از این نبود که در کابل چه میگذره، در قندهار چه میگذره، فقط در چند تا شهر آرامش داشت، در بیرون دیگه هیچ امکاناتی نبود. حالا خب مردم در این انقلاب بیدار شدن. درسته که کشورشان خراب شد، جنگ شد، بی سواد ماندن، آواره شدن، اما فهمیدن که روش زندگی باید تغییر کنه در این سرزمین. این حال وقتی که یک بخش میاد میگه نه من باید رئیس جمهور باشم، فلانی باید معاون باشه، فلانی فلان باشه، دیگه مردم برای ما مهم نیست و همین زمین رو مساعد نشده که مردم اعتراض نکنه. اگر در دوری 20 سالی پسینم که اعتراض یک بخش کرد، یک بخش نکرد. چرا؟ یک بخش آمدن 10 سال در برابر روس جنگ کردن، تنها تاجیکان نجنگیدن. پشتونای با عزت هم بودن، هزارای با عزت هم بودن، ازبکای با عزت هم و همه جنگ کردن برای آزادی سرزمینشان. به محضی که پاشون در کابل رسید، هیچ کس قبول نکردن که این مردم چرا باید بیا در برابر یک قشون سرخ پیروز شده فردا در برابر ما مستقیم میشن و یک بخش تحریک کردن، جنگ آمد. خب این جنگ شد. اینجا خو یک فداکاری مردم افغانستان اجازه بدید. اینجا دست رفت، این چانس، این دولت اسلامی دست رفت. دوباره طالب آمد. در برابر طالب هم یک مردم استاد شد و مبارزه کرد و فلان کرد و باز یک مرد بالاخره استاد شد و مبارزه کرد و به شهادت رسید. باز یک تحولات 20 سال آمد. در 20 سال هم اگر در 20 سال یک آرامش نسبی لااقل در سرزمین آمد که یک بچه قنداری که در قندار تحصیل کرده و دست خود در پارلمان دید. اگر یک دختر ارزگانی، یک دختر بدخشی آمد، اما اون چیزی که لااقل تقسیم میشه در بین مردم قدرت، این چیز نشده، مطلق نشده. اگر در بعضی جاها شده میگه معاونت به شما بود، وزارت به شما بود، تا یک معامله بودن بین دو نفر، یا بین آقای کرزی یا بین آقای غنی. این نبوده که با توسط رأی
به توسط لاقل نظرسنجی یا به توسطی که خودشان بخوان که مردم دیگر هم چانس بدن و همیشه چیزی نبوده. شما در کابل تظاهرات ها رو دیدین، جنبش رستاخیز دیدین، استادگی رو دیدین، حتی شما دیدین که در دور ارگ چقدر تظاهرات شد. جنرال احمدزی بچه آقای زیدی رو با مرمی زد. خب اینمی بی‌عدالتی بود دیگه. اونا خود نامده بودن اینجا بغاوت کنن، جنگ کنن، فقط شعار میدادن. این زمینه مساعد نشده. این سوال باز ما واسطه بکنیم که بداریم تو یک زمینه مساعد شد، کسی خیلی اعتراض نمیکنه. میم در قسمت طالبا امیده په آخرم جمع میکنن. طالبا آمده طالبا و طرفدار طالبا. من میگم جمله آخرم، طالبا آمده به قول خودشون، به قول طرفداراشون، به قول همشون این 20 سال اینا مبارزه کردن. ما میگیم درست گپ، شما مبارزه کردین. افغانستان شما به قول خودتون آزاد کردین. به قول کلان تا پایین یک دیدگاه کاذب دارن که ما وقتی که شما در این سرزمین آمدین، شما باید فکر کنین، شما باید درس بگیرین، شما باید بیاموزین که مجاهدین نتانست، خلقیان نتانست، دولت آقای غنی هم در 20 سال با ناتو و فلان وقتی که در بین خود صدا رفتن نتانست. شما حالی آمدین ناجیان قرن شما را خطاب کردن یک تعداد کشورها، حالی که آمدین شما دیگه در مسجد در پنجشیر تنگ نکنین. شما دیگه قبل یک آدمی که بالاخره در برابر روس مبارزه کرد، که درست است در حال تو جنگ کرده، تو مشکل داری، او دیگه در این دنیا رفته، سنگ قبر از او نشکنید دیگه. قوم از او، مردم از او بالاخره در یک زندان نندازید. شما وقتی که اعلان کردین که ما چی کردیم، عفو عمومی کردیم، باورمند به این عفو عمومی میشدین، لااقل حرف ما عامیتون هم گوش میکردین. در 3 سال ما نمیگیم که چند نفر وزیر سفیر بیاد شما بر از اونها چانس بدین، ما میگیم ظلم و ستم نمیکردین. در بالای دانشگاه اگر نوشته بود یا پشتونی یا تاجیک یا زبان فارسی، وقتی این کارا را نکردی، این حال مردم باید در برابر شما استاشو اعتراض کنن. پس این سوال حل شده است. ما سوال میکنی که چی وقت شما چطور یک دولت میخواین؟ ما دولتی نمیخوایم که بگیم اکثریت ما باشیم، ما دولتی نمیخوایم که زبان ما اکثریت باشه، ما دولتی نمیخوایم که ما وزارت شما باشه. بفرمایید. بفرمایید. خب ما مجبور هستیم بر تو تشریح کنیم که تو می سوال ما تو باید جواب بدی. زه د افغانستان له تاریخ څخه او له تیرو کړنو څخه د جمهوریت له وحشتونو څخه زم خبر یم. آقای منظور پشتون، اول اگر سر تاریخ بی، تاریخی سرزمین تاریخ سیاس، تاریخی سرزمین تاریخ سفید نداره. تاریخی سرزمین کاملا پدرکشی، عموکشی و داخل تاریخی سرزمین. گپ تاریخی اگر بخوای بزنیم، اگر بسیار عمقی تاریخی بزنیم، حتی من و تو در یک مسیر نمیتونیم بریم. ما میگیم گذشته خراب بوده، امروز و بعد نسل جوان بسازه. گذشته درسته که 45 سال ظاهرشاه دا خو زم ته وایم چې زه له تا سره په یو مسیر کې نشم تللی، ځکه چې زه چې له تا سره څه وایم تا نه چې څه غواړم ته نه کوې. ګورې زه په افغانستان کې له هغه چا سره ژوند کولی شم چې هغه افغان وي، ځان ته افغان ووایي. تاسو ځان ته افغانان نه وایاست، تاسو ډیورند په رسمیت پیژنئ، تاسو ځان ته افغانان نه وایاست، تاسو د افغانستان ملي بیرغ نه منئ، تاسو د افغانستان جغرافیه نه منئ، تاسو د افغانستان اساساتو ته احترام نه لرئ. نو زه څنګه تا سره په یوه لاره لاړ شم؟ منظور پشتون اجازه بدی. اول خو اینجا بحث ما نه سر بیرغ است، نه سر افغانیت است، نه سر اجازه بدی او بزرگوار، اجازه بدی. وقتی که صحبت میکنی، من نه آدم احساساتی هستم، نه آدمی هستم که نفهمم چی گذاشته. اجازه من یک کلام صحبت بکنم، باز من که بخواد میتونم دوست دیگه. وقتی که تو میگی تو بیرق نمانی، تو خط دوران به رسمیت میشناسی، اجازه بدی. من رئیس دولت بودم که به رسمیت شناختم، من قدرت پیش ما بود، من کپتن آتوم. اجازه بدی. مشرمه در جایگاه قرار نگرفته که بلا سر یک میز اینو تو بشینه، امضا کنه، خط دوران بگه رسما به پاکستانی است. تو باید یخن مشت خود بگیری که جناب حامد کرزی، جناب اشرف غنی احمدزی، جناب فلان، جناب فضلی گروپ، شما آمدین با قدرت ناتو و امریکا در اینجا حرف اول میزدین. اجازه بدی. تو امروز تاجیک هم کتت است، ازار هم کتت است، فلان هم کتت است، مامین اول دوم تا اجازه بدی دیگه. اجازه نمیتی بذار یک دفعه اجازه بدی. باز من وقتی که سوال میکنی مجبوری دوستای دیگه هم هستن. کابل غلاشنو اجازه بدی. تو باید از اون زگردن از اون میگرفتی که او بیادر
تو چطور آمدی رفتی خط دیوران که هیچی دروازه ترخم به رسمی از شناخت آقای غنی؟ آقای کرزی با تمام قدرت خود شما میرفتین یخنش میگرفتین که اینا قرارداد 100 ساله تمام شده، برین در مجامع بین المللی عریضه کنین، شکایت کنین، در نشست مجموعه سازمان ملل سالانه برگزار میشه، در اونجا عریضه خود بانین، اعتراض کنین. او حرف نزدی، حالی آمدی میگی مشر تو نه ایره قبول میکنه، مشر ما خیلی اعتراض نکرده. مشر ما اگه 4 تا جوانش آمده میگه که آقا خط دوران در توان ما نیست، این یک شعار تو خالی است، یک گپ سیاسی است، در برابر ما استفاده میکنه. وقتی که رای لازم میشن میرن اون طرف صندوق ها رو پر میکنن میارن اونجا دیگه. اون مردم نیاز به افغانستان ندارن. خود منظور پشتون آمده گفته که آقا ما برای استقلالیت خود ما یک ایالت پشتون در پاکستان جور میکنیم، نمیریم بالاخره در کنار برادران افغان خود یا بالاخره پشتون خود در افغانستان قرار میگیریم. این شعار باز شما در برابر مشر خودتان میدادین. مشر ما اگر رئیس جمهور شوه باید در یک جای بره امضا کنه که قندهار علما مربوط فلان کشور است، ما دادیم تسلیم است، باز من حق دارم که در برابر از استاد شام کتبی یک جای باشم. یک سر گپای رو شما سر خودتان عریضه میکنین بزرگوار عزیز. حالا میگه که شما بیرق نمانید، بیرق همین بیرق در 20 سال در 20 اجازه بدید در 20 سال علی بیرق کاملا در شانه بچه پنکیری بود، در قندهار به شهادت میرسید، در شانه بچه هزاره بود، در شانه بچه و حالی هم بیرق وجود نداره. ما استاد شدیم دفاع میکنیم. زر جنرالان تنا دی وی ولسوالي ول زر جنرالان تنا دی وی ولسوالي ول نور څنګه وکړه حکومت ټول درواخو په غاړه کې درته وایي. یه آدم گپم نمیفهمه. همه بگو همین 5 تا نام همین جنرال نامش بگی. دوست عزیز بفرما نوبت خود است، چون ببخشید دوستای عزیز که من این آدم زیاد آمد چون عقده‌ای بود، گفتم بیا چند دقیقه بسیار تو نرم صحبت کردیم که لاقل بتونیم که کاتش بتونیم صحبت کنیم. متاسفانه نمیشه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. درود بر شما. درود بر شما و همه دوستان عزیز که در لاین هستن. بس سوال من همین سوال که نیست، یک انتقاد از همه دو طرف این است که من پشتون و شما برادر تاجیک و این است اگر بزرگان خود را اگر ببینیم که خیانتی کرده اینا را بگویم خائن است، اگر خوبی کرده بگیم خوب است، مطمئن باش که زبان نمیشناسیم، قریه نمیشن، دین نمیشن، وطن ما وطن میشه. ولی متاسفانه که از هر قوم یک خائن برآمده او را قهرمان خود میدانیم. نه از هر قومی که باشه ما باید وطن در نظر داشته باشیم. مثلا بگو مثلا از کدامش باید بگم؟ نه حرفت من میگم که ما میگیم که ما کسی که به این سرزمین خرابی کرده، تاریخ سرش قضاوت کرده، تاریخ سرش نوشته کرده، مردم افغانستان میبینن دیدن. کسایی هم بوده که به این سرزمین افتخار آورده، چه پشتون چه ازبک چه هزار، اونا رو مردم میبینن. سوالی است که اگر ما در یک بحث میایم، ما میگیم ما بحث ما اینجایی است که مستقیم سر طالب است، سر شرایط فعلی است. من پیشتر اشاره کردم به منظر پشتون، گفتم اگر بحث تاریخی بود بیا در گوجای تاریخ باز یک نفر آمد به نامش را میگیره گفت آقا بیار یک سند که هم یک کلان به نام ازبک هزاره فلان در یک جای نوشته کرده باشه که امضا کرده باشه که اینی مایده اینی مایده را مکده. من میگم که اگر سر اون بحث‌های تاریخی اگر قرار باشه که ما کتب بریم، اصلا دیگه باز ما نمیتونم که تو هم وطن شام، کشورم تو بفروخ، امضارم تو بکو، فلانم تو بکو، پس یخنی منو بگی یا ما بیایم که این کار من خودم میگم که واسه تو بر نخوره بریم. اگر فاس تو که این کار بزرگ ما باشه، مشر ما باشه، هم تبار ما باشه، باز تو ما بیایم در برابر تو استادشون بگم نه تو چرا این کارو میکنی، با وجودی که مقصر من هستم. من میگم که وقتی که خائن میگیم، خائن باید مشخص شود. آقا بزرگترین خیانت در این سرزمین یک کسی به نام اشرف غنی عمزه میکنه، یک نفر جرئت نمیکنه بگه چرا تو این کار کردی، تو چرا سلا نرفتی، تو چرا آمدی گپ پشتون ازبک هزاره را دامن زدی، تو چرا آمدی در غیرات و در قندار و نورزه و اشکزه در بین برادر پشتون ذات کردی، تو چرا اقدر لجاجت کردی تا دور آخر لجاجت کردی. این سرزمین یک نفر از او سوال میکنه، فقط من که اینجا می بیرق در پشتم میگم برادر پشتون نور چشم است، برادر هزاره نور چشم است، باید ما متحد شویم،
مثل بزرگان در کنار یکی دیگه استاد شویم سرزمین خود آزاد کنیم. تو هم میگی که والا فلان. من میگم بگم خاینه، بگیم خاینا رو حساب کنیم. اگه خاین حساب کنیم وطن فروش و معامله‌گر و بالاخره مایده امضا کردگی حساب کنیم تو باز من تو اصلا نمیتونیم به نام سرزمین افغانستان یکی دیگه خدا بشناسیم، چون مشکل زیاد است دیگه. من میگم گذشته گذشت، امروز نظر تو چی است به عنوان یک جوان؟ آیا همین شرایط فعلی قابل قبول برای تو هست؟ نه خیر. همین شرایط فعلی که نیروهای نظامی کلا از بین رفت، قطعات خاص از بین رفت، پارلمان از بین رفت، دانشگاه از بین رفت، خانزه از بین رفت، افغانستان نامش به تبدیل به امارات شد، یک گروه آمده در سرزمین نه رسمیت داره نه فلان داره نه ارجحیت داره، فقط دنیا اونا را مدیریت میکنه، مردم افغانستان جواناش هر روز فرار میکنه از سرزمین میره. آیا در قسمت اینی چی گپ داری؟ اگر گذشته بریم خب باز گپ بسیار زیاد داره. این گپ درست، گذشته بریم گپ بسیار زیاد است، هیچ کسی برای ما شما خدمت نکرده. فعلی رو من قبول ندارم، من شخص به یک پشم هستم که من اینا رو قبول ندارم. عزیز ما پشم بودم ما میگم بیرق مرا قبول نداره، سرود ملی مرا قبول نداره، وطن مرا قبول نداره، اصلا وطن مرا قبول ندارن. من اینا رو قبول ندارم. اگر موضوع امین باشه اصلا قبول ندارم. اینا یک چیز میگم، یک کسی که این نه موضوع ما امشب این نبود، این نیست موضوع، این نیست. اگر یک کسی که قبول نداره از پیش باید پرسان شود. آقا همین دلایلی که تو این بیرق قبول نداری چی است؟ دلایلی که تو افغانیت قبول نداری چی است؟ دلایلی که تو فلان قبول نداری باید با منطق بحث کنی، نه که مثلا بیای بگی که مثلا نه خدای نخواسته کل برادران. من مثلا من میگم که من طالب قبول ندارم، تفکر و دیدگاهش اصلا قابل قبول برای سرزمین به نام افغانستان ساخته نشده. دلیل یک نفر بیا میگم 1 2 3 4 تمام شده. اینا یک کسی هم که این حرف میزنه تو رو باید به منطقی به چالش بکشی، میگم دلیلی که قبول نداری. خب افغانستان خود تا قیامت افغانستان نمیمونه. شاید افغانستان تا قیامت افغانستان نبوده، یک روز یک نام دیگه داشته، امروز به نام افغانستان است. هویت سیاسی ما در بیرون بالاخره به نام افغانستان است، اما در داخل افغانستان خب ما میگیم یک کس ازبک بوده، یک کس هزاره بوده، یک کس فلان بوده، در بیرون همه هویت سیاسیش بالاخره به نام افغانستان است. ما خب حرفی نداریم. خب یک کلو دوستا اگر میان یک سر چیزا رو مطرح میکنن، شما برین با سند ثبوت تاریخ رو به چالش بکشین. دلیلی که قبول نمیکنی چی است؟ این نیست که بگیم که نه چند نفر حرف زد بعد ما بریم بگیم که شما کولابی هستین، شما دشمن هستین، شما فلان هستین، شما خارجی هستین. این گپ غلط است، این گپ اشتباه است. ما با دلیل، ما که میگم زد طالب حرف میزنم خود دلیل خود دارم که باید قابل قبول به کسایی که در پایین لایف هست باشه. اگر اون کسایی هم که اعتراض دارن حتما یک چیزی در دستشان هست. مثلا یک کسی آمد 2 دوره در پارلمان توشیح شد، اون پارلمان تنها به مربوط به نبود، 2 دوره تشویش تصویب شد و آقای اشرف غنی هم از با فشار چند نفر قبول نکرد. وقتی که در پارلمان میگه توشیح میشه میاد بیرون، دیگه به مردم حق بدیم که مردم بیا صدای خود بلند کنه، حرف بزنه. یکی امروز شرایط فعلی به نظر من افغانیت در افغانستان در خطر است، افغانیت وجود نداره. نام افغانستان تبدیل به من این کلش قید تو قبول کردم. من 1 2 تا سوال ازت میکنم، سوال نیست، یک آگاهی از شما میگیرم که آیا شما بیرق ملی را قبول داری که همچنان ما پشت سرت میبینم؟ بله. خب افغانیت قبول داری؟ خب آفرین. اگه فرض کو که من افغانیت قبول نکنم دیگه کاملا افغانستان خراب میشه. اگر قبول کنم افغانستان نمیشه. جوابش آینده است. اجازه بدید من پیشتر گفتم که ما در زمان افغانیت قبول کردیم که اینمی سرزمین به نام افغانستان بود، پاسپورت سیاسی ما در بیرون به نام افغانستان است. نوشته نیست در پاسپورت ما که بنگلادش یا تاجیکستان یا ازبکستان یا ایران. جمهوری اسلامی افغانستان هست. ما اون جمهوری اسلامی افغانستان را قبول کردیم، در این جامعه آمدیم، قبولی گرفتیم فلان. اما اگر بحث افغان باشه، خب افغان ما خود بچه بودم، وطندارای پشتون از مشرقی آمدن در ولایت قندوز زمین دارن. مادر ما خدا رحمتش کنه میگه این قومای افغان از مشرقی آمدن. حالا خب ما افغان نیستم، ما از جمهوری اسلامی افغانستان هستم، هویت سیاسی ما در بیرون افغان میشه. بله، اما برادر عزیزی افغان ما اونو برادرم است که پشتونا هستن. خب ما اصلا پشتون هم نمیگفتیم، با خدا پشتون نمیگفتیم، میگفتن قومای افغان میگفتن.
اونا رو ما همه خودم میگفتن نه چیز دیگه میگم. میگفتن منظور چیز دیگه است. یک جای من نشنودیم که یک برادر پشتون همسایه ما گفته باشه که تو دری هستی خدا سرشده نه. این نه دری نگفتم. واجای دری وی گپا را پسان گپای سیاسی که آقای غنی یون طاقت و چند نفر از این بر آقای پدرام از او بر در پارلمان آمدن یک سری کارا انداختن میگفتن ده پرسیوانندی این گپ درست است. من سوالای ما سلطانی صاحب اجازه بدید نوبت از ما است. من یک سوال کنم از این یک سوال دیگه میکنم. یک ما سوال از شما سوال میکنم چرا شما سلطانی صاحب بزرگوار یک سوال کردی که شما افغانیت را قبول میکنید. ما یک سوال ما بسیار کوتاه است. برادر محترم ما 106 سال افغانیت را قبول کردیم. محترم شما مسلمان هستین؟ سلطانی صاحب خوی من جوابش خود از شما نگه یک سوال از شما میکنم. نه گوش کن شما ما سوال میکنم شما مسلمان هستین؟ نکو ما یک سوال مانده. نه خیر بعدا سوال تا که شما مسلمان هستین؟ سوال چه بکنه بزرگوار سلطانی صاحب ما با خود گپ دارم. بفرمایید ولی کوتاه وقت دیگران گرفته نشود. ما بریم. ما هیچ اعتراضی با شما ندارم. بعد تذکره افغان که قبول کردی نه صحیح است؟ بله بفرمایید خب ما چی مشکل دیگه با تو دارم یا تو چی با ما مشکل داری که یک چیز آفر اجازه بدی ما میگم که یک وقت اینمی کشور نامش آریانا بودن دقیقاً نام ازش شده افغانستان دقیقاً کشور به نام جمهوری اسلامی افغانستان است. افغان دیگه نیست، افغان دیگه نیست، جمهوری اسلامی افغانستان. هویت سیاسی در بیرون افغان بالاخره مشکل او کس نداره. هیچ کس نیست که در افغانستان همه مردم نیست افغان. نه من اصلا سر از این بحث ندارم. اگه یک تعداد بحث داره، حرف داره، گپ تاریخی داره، ما دوستا را یک شب دعوت میکنیم بیان دور از نه من همین میگم چون ما تو با هم مشکل نداریم. همین حرف دیگه این سر از این بحث زیاد شد در پارلمان تصویب شد فلان شد باز نشد لجاجت شد اما تومان بعضی ولایت‌ها تشکیل لیدرینگی گرفت بعضی‌ها نگرفت جنجال شد طالب آمد هر من میگم الان بحث من نیست با تو که تو افغان هستی و نیستی باشی نباشید اون سرزمین حالا اصلا افغانیت هم در اونجا زیر پا لگد شده حالا در بیرون که افغان‌ها چیکارا را میکنن نامبد شدیم فلان شدیم من میگم سرزمینتون آزاد کنین و جوان اگر درس خوندین تحصیل کردین بعد کسایی که اعتراض داره گپ از اونا رو میشنوه بشنوه کسایی هم که از افغانیت دفاع میکنه گپ از اون شنوه شوه کسایی که بیرق سر شرف داره گپ از اون شنوه شوه کسایی که بیرق قبول نداره اونا هم گپ شنوه شوه اونا البته یک لیدر دارن یک عذاب دارن بالاخره میان میشنن در کارا لوی جرگه بالاخره مردم جمع میشن حال در شرایطی که سرزمین تاراج شده همه چیزش نه بیرق داره نه سرود داره نه اراضی داره نه رسمیت داره نه نمایندگی در بیرون داره و همه مردم سرگردان آواره و بیچاره هستن ما در سر خود میزنیم که تو افغان هستی نیستی فلان دقیقاً گپای استخباراتی است که در بین جوانان انداختن میخوان یاریگیری کنن طالب از این گپ خیلی خوشش میاد که گپا دامن زده شود یک تعداد خراسان بگه یک تعداد بگه افغان نیستم یک تعداد بگه که من از افغان دفاع میکنم طالب باید بگه که نه من صاحب اصلی از این گپ هستم با طالب بیا پشت یک قوم با عزت خود خود کنه این گپ استخباراتی است بزرگوار عزیز بله من قبولش کردم هیچ تشکر برادر ما یک چیز سوال از ما کرد یک بودم جواب شما سوال گوش که برادر سلطانی صاحب اجازه بدیم از این برادر ما سوال کنم شما گفتین که چرا افغانیت قبول میکنید شما گفتین از سلطانی صاحب سوال کرده قبول داری یا نه همین گفتم بله همین درست است خب ما گفتم در جواب ما 106 سال قبول کردیم این حال ما شما رو سوال کردم شما مسلمان هستین بله الحمدلله در قرآن میگه انما المؤمن الاخوه ان اکرمکم عند الله اتقاکم بله قرآن خود قبول داریم در قرآن آمده که وانا براتان گفتم که برادر محترم خیلی امروز سایکو در پنجشیر 70,000 طالب از پنجابی هستند که به زبان پنجابی حرف میزنه خب زندان ها از تاجک پر بوده که امروز خبر آمده که از زندان پل چرخی انتقال میته زندانی ها را در پل خمری در سلطانی صاحب در پل خمری انتقال داده جای نیست یک زندان در دوشی کلگه جور کردن بسیار خطرناک است بله زندان گزارش زیاد به ما رسیدگی است بله اینالی برادر 3 تا برادر پنشیری مرا اونجا شهید میسازه در پشتو صدا میکن میگه سالمه وچه غاړه کې سالمه وچه کشی که دی خزه وغیم در پنشیری ده
دیره خود دیدی ویدیوش کلش از سلطانی صاحب شما هم دیدین. یک واقعیت هست، ویدیو هست. ما چه قسم افغانیت تو را قبول کنیم با این ظلم؟ گوش کن اجازه بده دوستای دیگه هم در بحث هستن. امی خلاص میشه دیگه. من یک نقطه میگم که 25,000 نفر در زندان است، 16,000 دختر تاجیک در زندان است. این حال چه قسم ما افغانیت و اسلامیت تو را قبول کنیم؟ بفرمایید برادر. خیلی در نوبت خود پاسخ بده. امیر در نوبت خود پاسخ بده، چون زیاد لایف در گیروگان شد. دوستای دیگه اینجا منتظر موندن. دیگه یک دوست ما 2 دفعه آمد، فرید باز آمد بالا. من دوستا رو خوش آمدگویی میگم. اگر دوستایی که امکانش هست تصویر خدا بزنه، اگر نیست دیگه مایک تواز کو بزرگوار که نوبت خودت است. سلام علیکم آقای سلطانی صاحب، خوب هستن؟ جان تانجور درود بر شما. خوب هستن؟ من از این برادر پشتونم یک چند سوال دارم. بفرمایید برادر. در تذکره سایک برادر عزیزم، در تذکره من نوشته است افغانستان تاجک، تذکره کاغذی. اوکی. وقتی که یک برادر شمالی وال یا یک برادر پنشیری را در داخل برف میکشه، میگه الله اکبر، ده انگریز ده، این را تو قبول داری؟ من ویدیو دارم، با ثبوت باشد ویدیوش میکشم. یک سال برادر عزیز، حرف مرا خوب گوش کن. وقتی یک پاکستانی مرد، بسته جهان تجارت کرده که حالا مرد. چرا مرد؟ یک تا برادرای پشتون خیز که تظاهرات کنه که چرا پنشیری را میکشی، چرا شمالی والا میکشی. امیر کده شما برادرها؟ من حالی قبول دارم، چرا که مادر ما پشتون است، از عبدیبای است، از ولایت پروان است، خودم هم از ولایت پروان هستم. نمیتونم که در روی هم ده، روی هم اوگاشه، هم ده، هم اوگاشه. برادر عزیز، حق هیچ وقت شما تا بالا حق نگفته چی سواد داره چی به سوادت، یک توی تا حق نگفته که باش که این مردم داغ دیده است، داغ دیدن، حق بگویم. چه وقت شما خواهد حق گفته به ما مردم؟ سوالی که شما میگید به شرطی که سلطانی صاحب اجازه بده من جواب شما را بدم. اگر به سوال کنیم ساکت بشینیم فایده نداره. من میگم سوالا رو قید که پیش خودت، بعد دوستای دیگه هم بسیار منتظر موندن گپ خوب نمیشه. امیر سوال ما در نوبت خود صحبت کنیم. بفرمایید برادر. دیگه آقای چیز، ما دیروز زنگ زدم، من با پروان زنگ زدم، پنجشیر هم گپ زدم. خدا شاهد است، مگه حتی سر ریسافت دل هم ندارن. قبول داری دلت نداری؟ من ویدیوش هم میگم ویدیو رای کنن. نفر ویدیو گرفته میگه کاری که میکنم باق ما مردم. من شخصا خودم از ولایت پروان هستم، دلم درد میکنه با مردم پنجشیر، چون که من پنجشیر هم رفت آمد فامیلی دارم، چی پروان چی بدخشان چی هر جای. برادر عزیز، وقتی که شما میگه چرا افغان نمیشه، چرا افغان قبول نداره، شخصا خودم میگم در تذکره نوشته است افغانستان تاجک. صحیح؟ وقتی که ما افغانستان تاجک قبول کردم، پیسه افغانی ما قبول کردم، پیسه افغانی ما پیسه کابل بود، او را قبول کردیم، سرود ملی را قبول کردیم، بیرق ملی را قبول کردیم. همه شما اینا با ما بگوید، همه چه وقت شما حق میگه که اینی کار ما کردیم، اینی کار شما کرده، همه چه وقت میگه؟ سوال تا گرفتیم کابلی بود که دوست دیگه ما تواس کو 20-25. سلام علیکم سلطانی صاحب محترم. درود بر شما. بخشی من نمیتوانم کامرای خود را چیز کنم. بفرمایید. ما سوال ندارم، اگر این سوال اینا را جوابت، چون ما خودم به اینی عقیده هستم، خودم یک بلوچ هستم که از کندهار هستم، از رگستان هستم و ولسوالی رگستان. و ایتو هست که در دنیا که بری تو نمیگی مثلا سر پرسان میکنه از کجا آمدی، تو میگی از افغانستان آمدی. این خو مشکل نیست که افغان باشه مثلا نباشه، مثلا هر کس چیز خود را داره. و دیگه ما سوال ندارم، ما باز پسان یک گفاره دارم که اینی بیادر ما سوال اینی جنابه را بتا. خب تشکر، خوش آمدید برادر بلوچ عزیز. دیگه میشنیم پاسخای دوستا را بتید، چون نوبت خود آمد پس دوباره. درست. دوستان منتظر خود است. درست است.
این برادر ما گفت که برادر پنشیری ما در کشته میشه و کشتنش شهید میشن. اولا ایره در کلام داشته باش که او در وطن خود در جان خود از دست میده، چنانچه که در وقت جمهوریت در سمت مثل که برادر بلوچ ما از شاهد او میدان است. من از پروان هستم ولی او از قندار در قندهار و هلمند و نیمروز و قندوز و مثل در قندوز یک جایی که مدرسه بمبارد شد، عروسی بمبارد شد در قندوز، مثل همین در که مردم ما شهید میشدن. حالا همون روز متاسفانه که او قوانین اینجا باید من گپ دارم گوش کو. این حالا خودت به عنوان یک کسی که آمد بسیار خوب متوسط کردیم. شما فرض کنید که در افغانستان یک دولت قانونی آمدن، پارلمان داره، قوای مقننه داره، قوای هدایت داره، ناتو هم هست، استخبارات من میگم که نمایندگی کشورهای بیرونی هم در داخل افغانستان هست و در برابر از در گوشه افغانستان یک کسی بقاوت بکنه، پول از بیگانه ها میگیره، یا بچه سرباز از مسیر و روزگان قندار تا میکنه گردنش میزنه، باز نیروهای امنیتی حمله میکنه و در خانه مردم پت میشه. او را با پنشیر که یک بخش که نه در مقاومت بوده نه مشغول غنی و کرزی بوده، یک جوان گوسفندای خود گرفته تا میشه، او را که اون مقایسه میکنی، این خود ظلم است. اگر در برابر طالب مردم استاد شده، این بقاوت نیست، این به خاطر ارزش ها استاد شده که تو به دستور بیگانه ها 20 سال آدم کشتی و بیگانه ها تو را در سرزمین آورد و حال ما استاد شدیم و این را نباید مقایسه کنیم. ولی اکثر زندانهای طالب اصلا در مقاومت هم نبودن. اینا اونجا خود یک قانون اساسی بود، یک نظام بود، همه مردم خود دیده بود. فقط تنها طالبان را خود امریکایی ها قبول نکرد بنا به بعض دلایل که تا 2007 2006 بعد از خود تو این کار این بی‌عدالتی است. بزرگواری من گوش کن، سوالم تمام نشده بود. خب او گپا که قطع کردی و هیچی. علی برادر ما گفت که فلانه جا مردم ها از بین میره، شما چرا اعتراض نمیکنید؟ من خود مخالف طالب هستم. فیسبوک مرا ببینید، تیک تاک مرا ببینید، همیشه مخالف طالب گپ میزنم. چنانچه که خودت هستی. خب بیا تو کدام اعتراض میکنی، من کدام اعتراض نمیکنم. بیا من مستقیم هر روز لایف میام طالب بعد میگم پشتون مثلا تو بیا کدام ویدیو تا کجا لایف اومدی اعتراض کردی علیه طالب؟ بفرما تو چی شمشیر زده ای؟ تاکو برادر عزیزم صدقه شوم، برادر عزیزم تو از پروان طالب ما برای چی میگم؟ امیاله بچه خوجنبی بیادرزاده خوجنبی در میدان جنگ است یک. و دویم دیگه وقتی که تو مرا میگه که تو چی شمشیر زدی، من شخصا خودم فامیل مرا از بین برد. خودت خود صحیح خبرم شاید داشته باشی که فامیل مرا وقتی در خانه زدن کشتن. به چی خاطر کشتن؟ علتش میفهمی برای چی؟ که از خاطر من در غزنی گیر آمدم، در غزنی مرا گرفتن مولای خان، بعد از اون مرا بردن در قندار طرف کمپ از چی میگن داشت، خب یک نام داره که یادم رفته اسمش، خیلی وقت میشه یادم رفته. اونجا بردن فامیل ما که موتر شخصی میخزه میاد پیش ما، با دیدن ما میاد وقتی مرا میبینه پس میره از اینمی جنمی طالب در تعقیبش میره در رای پیش چک وردک میرن، یارو چی میکنن؟ تیرباران میکنن. برای چی کار کرد؟ مرا گرفته بود صحیح، فامیل ما چی گناه کرده بود؟ خب من نه سخنگوی طالب هستم، من دشمن طالب هستم. برای چی گناه طالب در گردن من میزنی؟ دیگه تقریبا نه تو میگی که چرا افغان بودن قبول نمیکنی؟ خب گفتم گفتن برای گفتن یک چیز دارم اگر اجازه باشه. اینا خو شام نوری میگه که ما مخالف طالب هستم، اینی میگه نه توی تو اسوت است. تو خودت گفتی که حکومت فیش که بود او یک حکومت قانونی و مردم سالار و پارلمان بود و اینی بود و اونو بود. ما خودم از شوراوک هستم، تقریبا 180 کیلومتر 170 کیلومتر از کندهار و دور است و یک ولسوالی سرحدی است که نه اونجا ما کلینیک داریم نه اونجا ما مکتب داریم. ما مردم بلوچ اونجا گوسپند و شتر این چیزا را میچرانیم و نه کتی سیاست کار داریم و نه هیچ وقت برای گفتیم که چرا ما وزیر نیستیم، ما رئیس نیستیم. حتی زبان خود را از دست دادیم، ما با زبان خود تکلم کردن نمیتوانیم. و در این جمهوریت که خودش که شما میگی این قانونی بود،
این ما مردم که هیچ چیز غرض نداشتیم 3 بار مسجد و خانه های ما را چیز کده ویران کده. اینی امریکای در چاپه که چرا ای کارا میکنیم اگه از را اینی طالبات تیر میشه بیاداری خب که از دورا طالبات تیر شد تو می خانه هایش چپا میکنی برای والی که اوز رو گریه میکدیم که تو کار است نپرا را شهید میکنه و خانه های ما را ایتو میکنه و خانه ها حتی اردو چور میکد به خدا چور میکد. خب آقای برادر بلوچ گوش کن و تو برای اینی قانونی میگی باز از خود اگر در شورا وقت که ولسوالی شورا که قندهار که در اونجا رگستان گاز نبوده، پیشرفت نبوده، شفاخانه نبوده، این مشکلی کی بوده؟ مشکل طالب بوده که در اونجا امنیت را خطر انداخت. اونجا بالاخره پروژه عمرانی نرفت، اونجا خارجی ها نرفت، اونجا کسی جرأت نکرد. در دورترین نقاط بدخشان، تخار، قندوز در اونجا بود که در تمام جا شفاخانه رفت، پل رفت، پلچک رفت، آش میدانی بالاخره چاه زده شد. چرا؟ امنیت بود. در اونجا امنیت طالب خراب کرد. طالب حتی مکتبایی که در جنوب افغانستان ساخته شد اونا را در دادن، حتی اونا را خراب کردن، حتی کارگران را به شهادت رساندن. اینجا دیگه دولت مجرم نبود، اینجا کسای مجرم بودن که اینا اولی دستی بیگانه بود. برادر بلوچ، اینجا وقتی که من میگم که اینجا دولت قانونی بود، بله یک نظام قانونی بود، به همه خرابیش آقای غنی و دار نسیش اونجا خود یک پارلمان بود، یک نظام بود، یک مردم خود بود، در دانشگاه واز بود، در پانتون واز بود، مردم کار میکرد، مردم زندگی خود داشت. بالاخره کشورها ارتباطات خود داشت، ما با کشورهای بیرون ارتباطات خود داشتیم. امیال یک تعداد مهاجران ما در پاکستان و در ایران، در کشورهایی که بالاخره با دربارش کم لطفی میشه، کسی نیست پرسانش بکنه. طالب هم در جایگاهی نیست که بالاخره یک خانم کشورها رو بگیره. سلطانی محترم صاحب بیرق بودیم، صاحب سرود بودیم، صاحب گپای سیاسی خود بودیم. این کی بود؟ این که خیلی کم لطفی ها خیلی این که در اونجا بمباران میشد. ما اگر در خانی یک بدبخت بیچاره که بمباران شده عواملش طالب بوده. طالب در 20 سال در خانه مردم سنگر گرفتن. ما خود طرفدار از اون کار نبودیم. این حال تو رو نمیتونی مقایسه کنی که در جنوب این کار شده، در شمال در پنجشیر باید بره طالب این کارو بکنه. نه خدا نکنه که ما بگویم که والا طالب در جنوب خوب میکنه، در شمال بد میکنه، در شمال خوب میکنه، در جنوب بد میکنه. نه، ما سوال از اینی تو اینه بود که برادر گل در ولسوالی ما هیچ طالب نبود. تیر و بیر میشد میامد میرفت، مسیرش بود. اونمون در دورترین نقاط افغانستان، در جنوب افغانستان کار زیاد بود. و سلطانی صاحب محترم، تو نمیتوانی که یک مردم بیگناه را تو بکشی که چرا اینجا طالب تیر میشه؟ بیگناه را کشته ما رو محکوم میکنیم. این رقم هر کسی که به شهادت رسانده محکوم از بایستی اون مردم بیگناه به شهادت رسانش. دلیلش کی بوده؟ دولت خود وظیفه‌اش از دفاع کنه. با خدا باور کو سلطانی صاحب، یعنی دولت وظیفه‌اش است دفاع کنه. ایمان از اون که دولت طالبان اگر به رسمیت شناخته شود، دنیا به رسمیت بشناسه، پارلمان باشه، اما دولتی که جمهوری جو که از او کمتر یک تعداد مردم خود با او ببینه، باز اگر کسی در برابر از او بغاوت کرد، از او طالب بدتر باز زده شود. فهمیدی؟ از طالب بدتر باز زده شود. این گپ تو بسیار خوب است. ما چیز طالب نیستم. طالب اما این چیز نکرده برای ما، اون حکومت هم نکرده. فهمیدی؟ صرف اون حکومت ظلم کرد. تشکر. که نفرا را برد 7 سال 8 سال بغیر از چیز اونجا زندانی بود. باز از او که از او طرف آمد نظر گل بکنی ولایی چیز است، ظلم است کت ما. تشکر برادر بلوچ، خوشحال شدیم. خیلی دوست دیگه ما رو کوتاه میشنیم. نظر چیز باز ما لایو بند میکنم. سلام احترامات تقدیم خودت سلطانی صاحب، ان شاء الله که صحت احترامات. سلطانی صاحب، ما یک سوال داشتم که اگر خودت میخواستی جواب بدی در غیر از او اگر توانم بود جواب میتونم، اگر نبود مزاحم. سلطانی صاحب، خودت گفتی که ما در کشورهای بین المللی هویت ما جمهوری افغانستان است. پاسپورتم به نام جمهوری افغانستان گرفتی، درست؟ من پاسپورتم به نام جمهوری اسلامی افغانستان. بله، مگم خودت خلاف از این هستی که افغان قبول نداری، درست؟ خب بله، اگر افغانیت به توسط یک رفراندوم، یک رای، یک پارلمان تصویب شود، باز من اعتراض ندارم. درست. وقتی که پارلمان توشیح کنه که آقا ما هویت سیاسی ما در بیرون افغان است، در جمهوری اسلامی افغانستان هستیم. نه، او افغان نگفته، جمهوری اسلامی افغانستان. در پاسپورت 3 دانه پاسپورت گرفتم. یک دانه به دوران آقای کرزی گرفتم، تاریخش تیر شد دیگه، او دستی بود.
باز دو دانه دیگه هم گرفتن که این یکش تمدید کردن دوباره. جمهوری اسلامی افغانستان بود هویت سیاسی. در اونجا وقتی که دو دوره توشیح شد دیگه اون گپ به گپ رسید. مردمی هم که اعتراض کرد اعتراض میکرد که فهمیدن تو هویت سیاسی قومی تا سر یک هویت سیاسی یک کشور نزن. در اینجا ملاحظات زیادی هست، اما اینجا دلیل نمیشه که یک بخش بگه اگر تو افغان هستی مسلمان هستی نیستی بیخی فلان هستی. یا به من است. درست است سلطانی صاحب، زمانی که تمام این مهاجرین که از هر قومی که هستن در خارج زندگی میکنن، هر کشور از خود یک قانون داره که بعد از مدت زمان میتونی که تو به شهروندی از اون منطقه یا از اون شهر درخواست بدی که تو زمان شهروندی همون کشور بگیری. درست است؟ بله. اگر ما افغان نیستیم به نام چی دمو کشور شهروندی بدیم؟ مثال میگن ایران امریکن، ایرانیان امریکن، یا مثال میگن افغان امریکن، یا مثال میگن جرمن امریکن. در حال حاضر ما از کشور هویت سیاسی ما افغان است و ایرا گفتیم که ما پیشتر به تو در حال حاضر در بیرون ما کشور به نام افغانستان ما را میشناسن. فهمیدی؟ اما دلیل بری نمیشه، منوط بری نمیشه که همه این مردم افغان است. من میگم که بس این نیست. میگم وقتی که در پارلمان رفت توشیح شد خبرم داری خودت هم میدانستی که دو دوره شد اونجا دیگه تمام تاجیک‌ها و نوبت که رای بتخوامی تمام مردم بود دیگه حتما اکثریت شد که آمد دفاع هویت قومی مردم باید در تذکیرشون درج شود، اما هویت سیاسیشون در بیرون به نام افغانستان است. چی سبکی و سنگینی کرد که مردم آمد بالاخره چند نفر جمع شد در خانه آقای غنی رفت و بعد تدیون و طاقت و بعضی مسائل دیگه باز آمد و نیرد به تعویق انداختن، بعضی ولایت‌ها گرفت و بعضی نگرفت. حالی بس اون نیست. حالا اون را کل مردم میفهمه. مثلا بس کردن فلان کردن تاریخ دان آمدن که بله اینمی قومی افغان اینمی هویت سیاسی یک برادر محترم برادر افغان ماست. در پشانی من نزد. اگه خوب است برای خود مبارک باشه. اگه من هستم تو مرا دو نزن به عنوان تاجیک خودم خوشبرازا قبول کردیم. در بیرون تو بخوای نخوای ما هویت سیاسی ما به نام افغانستان است. گپای احساساتی که یک تا جوانان میزنن مربوط خودشان است. نه خیر سلطانی صاحب افغانستان است یا افغان است؟ به خاطر از اینکه من تقریبا 7 سال است که ما در خارج زندگی میکنم، مرا به نام افغانستان کس نمیشناسه، مرا به نام افغان میشناسه. نه من افغان نیستم، من از کشور جمهوری اسلامی افغانستان هستم. هویت زمانی که خود تابعیت جرمنی را بگیری من خود نگاه افغانستان است، افغان نیست. من اون آیدی کارتون داشته در افغانستان است. درست افغانستان خوینال وقتی که نیست افغانستان نوشته است در پاسپورت من جمهوری اسلامی افغانستان است، در امی آیدی کارت من نوشته افغانش است. فهمیدی؟ این حالی به توسطی که میگم من افغانم باشم اینمی در طول 100 سال من افغان شدم، در طول 200 سال شدم. 400 سال پیش مردم کلش افغان نبودن. خب بحثی است که امشب افغان هستم و نیستم این نیست. من میگم بحث نیست که به خاطر از اینکه سلطانی صاحب اینمی سر صدا بیشتر زیاد شده که به خاطر از این میگم که من یک دری زبان افغان هستم. نه من دری زبان نیستم، دری یک لهجه است. من اگر لهجه است مرا برادر بزرگوار 100 بار 10,000 بار والله اصلا حرف دروغ نمیگم که کل برادران پشتونی که همسایه ما بودن خدا رحمت کنه مادر جانم میگفتن که اینا برادرای افغان ماست. اونا میرم میگفتن ده پرسیواننده از من فارسیوان هستم. خب من یک جا نگفته که تو چی هستی دریوان هستی. دریوان مرا نگفته یک برادر پشتون. با خدا نشناختم در مثلا با ما همیشه گفتن این خود دریوی گپا کی جور کرد؟ آقای غنی ور خطا شد لابی کرد فلان کرد BBC را در سرش فشار آورد. یک گپایی را گپ سیاسی است. سلطانی صاحب درست است به خاطر اینکه والده صاحب شما خودتون فارسی زبان میگفت. از صنف اول تا صنف 12 مکتب در افغانستان خواندین درست؟ مکتب در افغانستان خواندن. یک درست. همین کتاب لسان ما فارسی نوشته بود یا دری نوشته بود؟ میگی آفرین اینجا بسا خوب گفتین. همین کتاب دری را کی کشیده؟ بله. این کتاب دری هم یک گپ سیاسی داشت. امی کتاب دری هم 400 سال قبل نوشته نشده بود. امی کتاب دری هم 200 سال قبل نوشته نشده بود. امی کتاب دری هم 150 سال قبل نوشته نشده بود. امی کتاب دری هم در دوران نوشته شد که در طول 100 سال 101 سال 120 سال. خب اینجا اگه دنبال از گپا بگردیم گپای سیاسی زیاد است. من فارسی حرف میزنم، من یک فارسی زبان هستم. بالاخره مرا به عنوان فارسی زبان برادر پشتون میشناسم. من برادر پشتون خودم به عنوان قوم افغان میشناسم.
اگه برادر هزاره ما میاد فارسی صحبت میکنه، خب یک فارسی زبان از هزاره هست ولی فارسی حرف میزنه. برادر ازبک ما میگیم ازبک هستن. اگه فهم این گپایی است که این چیزا کی کشیده؟ آیا 400 سال قبل کتاب دری بوده در مکتب؟ اینو یک سوال سلطانی صاحب، یک سوال آخر بس میکنم. اینا نیست. من میگم بس اگه ای که باشه، ما پیشتر با دوست ما گفتیم قرار باشه گپ تاریخی بیاد، با جنایت این سرزمین سنگینی میکنه به نفع یک تعداد وطندارا. ما نمیایم سر از حرف بزنیم. بزرگوار عزیز، یک سوال آخر سلطانی صاحب میکنم، بعد از خود خداحافظی میکنم. زمانی که خودت میگه امین نوشتن کلمه دری در کتاب دری که ما صنف اول تا صنف 12 تمام متعلمین رو مطالعه کرده و یک نقطه سیاسی یا یک موضوع سیاسی بوده، درست؟ در همین جریان 120 سال هیچ از تبار فارسی زبان یا از تبار تاجک نبوده که در مقابل از این استاد شوه صدا بکشه که در این 3 سال اخیری صدا برآمده. میگم یک سوال خوب کردی که میگم نوش جان آدمی را ریکارد کنیم. دوستای عزیز، در طول 100 سال در اینجا پشتونا حکومت نمیکردن. در اینجا یک خانواده به نام سلطنت ظاهرشاه حکومت میکردن. امان الله خان بالاخره تمام پشتونا را در قدرت نورده بود. یک تعداد قوم خود رفیقای خودم، قومی که بسیار نزدیکش است ای بود. بس از ظاهرشاه یک نفر به نام سردار داوود آمد، اینمی همون که بچه خود 265 تا نمایندگی را به نما داد. اینجا ما نباید بیم تارگت قرار کنیم. با انگشتای دست من تو یک قوم آمد بالاخره حکومت کرد، کارم برای مقنداری و برای علمندی و برای روزگانی هم نکرد. فهمیدی؟ حرف ما ای است. بله در افغانستان جنگ شد، روسا آمد، مردم بیدار شد، آواره شدن، فلان شدن، یک تعداد زور کرد. اینمی زوری استاد ربانی، احمد شاه مسعود، عمر صاحب شهید و یارانشان به خاطر چی بود؟ این نبود که بیان یک دولت چپا کنن. در برابر اینا در دانشگاه اینا آمدن استاد شدن، قلم زدن، بیدارگری کردن، فلان کردن و یک تعداد خلقیام که در بدن دولت آقای سردار داوود جذب شدن تشویق کردن که مردم بگیریم. خب اصل گپ می شده دیگه. امی حال شما فکر کنید که عمر صاحب یک روز گپ قومی نزدنی زده پیدا میکنین بکنین نکرده. جرم چی است؟ مبارزه کرده، استاد شده، گفته در این سرزمین کسای دیگه هم حق داره. در این سرزمین از آرام میتونه رئیس جمهور شود. در این سرزمین این رقم میشه یک جای ویدیو عمر صاحب است میگه ای تو تلقین شده در این مردم که دیگه مردم استعداد نداره. اما نگفته که ما افغان نیستیم، ما افغانا رو در یک سرزمین میکشیم، ما در علیه پشتونامون. اینجا بی‌عدالتی بوده. در 270 سال هم کل پشتونا در قدرت نبوده. یک چند نفر بالاخره از قندار بلند نمیشده حکومت میکرد، یک چند نفر دیگه از طرف بالاخره مشرقی در برابرش استاد میشده که شمالی والا بالاخره این تو میشده. اینجا نبوده. بله حال نسل بیدار شده، حال مردم میگه خود 20 سال دموکراسی میگه خود پارلمان بود. در پارلمان مردم گفتن که نه، در اینجا گفتن که نه. مردم با کتاب نباشه. حالا ما چرا بیام تاپه را بگیرم در این پشانی یک نفر بزنم تو همین تاجیک هستی نیستی نیست از افغانستان برای این گپ غلط است. فهمیدی؟ سلطانی صاحب یک موضوع دیگه، یک موضوعی است که هیچ مبارزه نمیتونه که یک عاشق از معشوقش جدا کنه، درست است؟ شک نکن. نه خود نمیتونه، به خاطر اینکه زمانی که یک نفر که با یک کس عشق داشته باشه، با یک چیز عشق داشته باشه، هیچ امکان نداره که از امو مسیر منحرف کنه. چگونه مبارزه شما؟ من سوال از خود میکنم کی آمده ادعا کرده که او بدر تو اینی نباش؟ بله. پس اگه امی یک چیزی رو گوش کو، امی یک لباس بسیار خوبه تو میخری، هم قیمت است، هم خوب است، هم